بچه هوا ابریه یکم و من اومدم رود سن و از اون برج ایفل و اینا. خب همیشه که خیلی میام، هر دفعه میرم، ولی امروز دوباره اومدم و برای شما ویدیو بگیرم. خب هنوز نرسیدم به نزدیک خود برج. اینجا رود سنه. من زوم کنم برج ایفل. اینم برج ایفل. رسیدیم آفا. صفحه که میبینید صفحه طولانیه، صفحه که بلیت میگیرن میرن بالای برج ایفل رو میبینن. البته خیلی هم خدایی طولانی نیست. دفعه پیش که من اومده بودم خیلی از این طولانی تر بود، ولی الان خوبه صفحهش. حالا الان که من رسیدم خوبه. بلیت میگیرن و میرن بالای برج ایفل رو میبینن. اما من واقعا شبای ایفل رو بیشتر دوست دارم. واقعا شبای ایفل خیلی خوشگل تره. به هر حال من الان وقت ندارم که برم وایسم تو صف که برم بالا، چون قراره که برم بیرون، یعنی برم غذا بخورم. من عاشق کافه های پاریسم. اینجوری میشینی بیرون و همه جا داره البته، ولی خب پاریس یه چیز دیگه است. یادتونه که من سویک نمیخوردم، اما قشنگ دارم چند وقت میخورم و اصلا نمیتونم جلو خودم بگیرم. خلاصه که جاتون خیلی خالیه. نمیشه اینجا اومد و پتیسکی های پاریس رو نخورد. خیلی چیزای شکلاتی و خوشمزه هست، خیلی. یعنی من حالا یه ذره گشتم یه چیزی پیدا کنم که توش خزن و مثلا کشمش و اینا داشته باشه، خیلی شکلاتی نباشه و شیرین نباشه. دیگه اینو انتخاب کردم، وگرنه کلی چیزای خوشمزه و شکلاتی هست که خیلی جلوی خودم گرفتم. اینو گرفتم چیزه اینا توش خزنه، اینا کشمیشه با یه کفه دیگه. اینجا لا مزون دو شکلاه، یعنی خونه یه شکلات، فقط شکلات داره. بریم شکلاتاشو ببینیم. آخ آخ که خوشمزن. قیمت هم داره، مثلا 9 خورده‌ای، 2 خورده‌ای، مثلا 12 تا پیسش مثلا 35 یورو، 24 پیسش 65 یورو. اینا هم که اکلق خودمونه. حالا من نمیدونم طعمش همونه یا نه، ولی خوشمزه است. مثلا اینجا یکی از رستوران‌های اطراف برج ایفل. می‌خوام یه ذره قیمت ببینیم با هم. آنتره داره، یعنی پیش غذا از مثلا 14 یورو داره، 13 یورو داره، 16 یورو داره. خود غذا رو می‌بینید مثلا 34 یورو، 24 یورو، 22 یورو که حالا مثلا گوشتای مختلفه. بعد مثلا ماهی داره، ماهیش 26 یورو، 18 یورو، 29 یورو، 24 یورو. انواع سالادا و مثلا پت، یعنی همون ماکارونیتور. بعد مثلا اینا چی هم؟ مثلا کفه هاش
مثلا کرواسان داشت. کرواسان اینجا 3 یوروه، ولی مثلا جاهای دیگه ممکنه کمتر، مثلا پنج شکلات 3 یوروه. بعد مثلا بواسون یعنی چیزاش برای مثلا کافه و اینا، مثلا اسپرسو 2.90، مثلا کافه کرم 4.90، مثلا کاپوچینو 6.90، شکلات 5.50. حالا جاهای مختلف قیمت‌های مختلف داره. 70 یورو. چقدر اینا خوشگلن، قشنگ گرونه. 115 یورو، 200 یورو. حالا بریم وقت چیه؟ وقت غذا خوردن. میخوام حواس دونر کباب کردم برم یه رستوران ترکیه‌ای از توی مپ پیدا کردیم دیگه. برم یه رستوران ترکیه‌ای غذا بخورم. الان اینجا هم دقیقاً رو به رستوران اینجا. ببینید اولین باری که بچه‌ها میام این رستوران، الان میخوام برم تو. ولی چون کلا دونر کباب و اینا خیلی دوست دارم، غذای ترکیه‌ای، بریم ببینیم چی داره. من رفتم رستوران جاتون خالی غذا خوردم اومدم. کیفیتش خیلی خوب بود، با اینکه بچه‌ها اول هفته بود، یعنی آخر هفته نبود، دوشنبه بود، خیلی شلوغ بود. اینکه فهمیدم که قطعا باید کیفیتش خوب باشه. واقعا رفتم خوردم، تنوع غذایی خیلی داشت. رستورانای ترکو من خیلی دوست دارم. من دونر کباب گرفتم، خیلی خوشمزه بود. جاتون خالی، چقدر سر صدا میاد. و اینکه بچه‌ها میگم هم تنوعش خیلی زیاد بود، هم قیمتاش خیلی خوب بود، معقول بود. و با اینکه کارکنان سرشون خیلی شلوغ بود، واقعا خیلی خوب و خوش برخورد بودن. و اینکه فقط برای این دارم بهتون میگم که اگر گذرتون خورد به پاریس خواستین بیاین اینجا، میتونید رستوران رو امتحان کنید. واقعا غذاش بود، من راضی بودم. اسمش هم که دیدین دیگه، براتون فیلم گرفتم. نه بچه‌ها متروهای پاریس و رسیدم به راه آهن و روز آخر دیگه دارم میرم خونه. و اگه از این دسته از این ویدیوها خوشتون میاد، حتما صفحه لیلی آندرلاین فرنش رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا پستای من براتون دیده بشه. و تا پست بعدی میبوسمتون.